به جورجرداق نویسنده کتاب امام علی صدای عدالت انسانی گفتند شما یک مسیحی هستی و خیلی هم مذهبی نیستی. چه شد که در مورد حضرت علی علیه السلام کتاب نوشتی؟ او به گریه افتاد و گفت مرحوم علامه امینی هنگامی که کتاب القدیر را نوشت چند جلد از کتاب را برای من فرستاد. یک نامه هم نوشت و گفت آقای جورجرداق، شما یک حقوقدان و وکیل دادگستری هستی، نه شیعه هستی و نه سنی که بگوییم طرفداری میکنی. کار تو دفاع از مظلوم است. ما با اهل سنت بر سر علی علیه السلام دعوا داریم. ما میگوییم حق با علی است، آنها میگویند نه. حالا این چند جلد کتاب القدیر را به عنوان پرونده مطالعه کنید. تمام مدارکم از اهل سنت است. من از شیعه چیزی در آن ننوشتم. شما هم در حد یک وکیل دادگستری قضاوت خود را برای من بنویسید. جورجرداق میگوید من دیدم وقتی انسانی مرا به عنوان یک وکیل دادگستری مخاطب قرار داده و از من کمک خواسته بی‌انصافی است اگر کمک نکنم. بنابراین پذیرفتم. وقتی کتابها را دقیق خواندم دیدم در تاریخ از علی علیه السلام مظلومتر نمیشناسم و لذا تصمیم گرفتم به اقتضای شغلم که وکیل دادگستری است از این مظلوم دفاع کنم و کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه را نوشتم. امروز پرونده غربت وارث او امام زمان در دستان هر یک از ماست. آیا وکیلی برای دفاع از تنهایی او هستیم؟